این جوان 28 ساله است. از ناحیه جبار رسولوف می باشد و زندگی خود را با مبلغ مهاجرت مهنتی پیش می برد و در فدراسیون روسیه کار می کرد. چند مدت پیش هنگامی بازگشتن از کار، یعنی از جای ساختمان های بیناهای بلند آشیانه، نقلیاتش دچار صدمه گردید و گاز آن ترک کرد. حادثه در یکاترینبورگ به وقوع پیوست. خوشبختانه در افت شخصیش به جز خودی او کسی نبود و نعیم جان عبداللهیف زنده ماند. ماشینم هم گاز و هم بنزین بود. ماشینم هم که اوتیچ کرد. بعد وای هم که پالشون رو گذاشتم که خودم زنده موندم. شکرانه خدا همه سات باز. بعد چیز قزاقستان آوردم. قزاقستان سکارپامش آورد. دو وای دو و قزاقستان شمکت بود. بعد شمکت دوستشگاه ازبکستان скоро помощь хотел аварии. بعد اینجا بعد میلیسای خودمو ای граница سه граница пропускать когда авария. Позже нас خدا شکر. وای دکترها همه شب روز پیشمده استاده خوشو کارمیت کرده است خوشو دارو کلا رو نوشته داده است خودشم شخصیت خودشم یاردم کرده است. حالا نعیم جان عبداللهیف در شعبه کسلی‌های سوخته بیمارخانه کلینیکوی رقم یکم شهر خوجند طبابت می‌گیرد. دکتران وضع سلامتی او را نسبتاً قناعت بخش ارزیابی می‌کنند. هنگام وارد شدن به بیمارخانه باشد سلامتیش از حساب برداشتن آسیب سوخته وزنینی میانه بود. 15% بدنش از حساب ترکش بالون گاز سوخته بود. مستقلانه خوراک استعمال کردن نمیتوانست. حالا باشد بهتر گردیده است. تنها روی، دو گوش و دست و پنجه هایش از حساب علنگ زخم برداشته است. حالا بدون مشکلی سخن میگوید و خوراک میخورد. ماس بود، ولی ماس اصول رفتم ماس غلطیدم بود، راست غلطید ماش. ولی پارتید که اوتیچ که داد، گملاس کرد. چند کس بود ماشین؟ یک تا خودم ایکار آماده شد. سلامتیم خیلی ساز وقتی آمادگیم ده دهنم شده نمیتونستم. یکان 3 روز 4 روز خوردنی سر کردم. میسترا یاردم کرد شلنچه خطی و یکتی و سپکان خودم کار میکنم دستا همش نه بزمان خدا شکرانه خدا حضور و همه دکترها شب روز. امروز برابر نعیم جان عبداللهیف در شعبه بیماران سوخته 11 نفر بستری بوده زیر نظارت دکتران قرار دارند و طبابت میگیرند. از این رقم 2 نفر را کلانسالان و باقی مانده کودکان و نورسان میباشند. بدبختانه شماره کودکان آسیب دیده از آب جوش خوراک گرم بیشتر میباشد. از 11 نفر بیماران 9 نفر آنها نابالغان هستند که بنابر به احتیاطی آسیب سوخته برداشتند. آنها اساساً با علتهای جراحت سوخته‌ای گوناگون بدن در عین حال معالجه گرفته ایستادند. کودکان خردسال خود را به نظارت نگذارند چون که فصل سرما فرا میرسد. پیچکه، صندلی، خوراکی گرم این حالتها بسیار میشوند. از همین احتراما خواهش می‌نمایم که خود را زیر نظارت قرار دهند. موافق تحلیل‌های دکتران شعبه بیماران سوخته خوشبختانه شماره بیماران کم گردیده است که آن به تأمین بودن برق در شهر خوجند و ناحیه‌های اطراف آن علاقه‌مندی زیاد دارد. نوبسته از این دوام 6 ماه سال 2023 129 نفر مراجعت نموده طبابت گرفتند. بنابر آسیب جدی و بیشتر فرا گرفتن مساحت سوخته در ارگانیسم 6 نفر از آنها فوت دیدند. فوتناکی اساساً در فصل زمستان به قید گرفته شده است. مفاشلک بیماری جو حجم سوختگیش کلان بود. اصلا کلانسال داشته بودیم. کلانسال داشته بودیم. خصوصیشان بود. خیلی نواد فایز سوختگیشان بود. سانی سیده کسایی وزمین سوختگی آن بود. تمام فاختگی. بازار آپر ایشان فاختگیش نیست. سال از سال سوختگی ها همین در دو سال آخری گرینگا کم شده است. سبب کم شدنشان اینکه محدودیت برداشتی. پیش این 3-4 سال پیش محدودیت بود. اصلا فصل زمستان رو بسیار بود کرد. برای چی؟ این ترمز رو دانتره میموندن. خب من یک 2 ترمز روز به هم نمیریزه. حالا
سوی تای همونجا کم شدگی خیلی مدونیت آدمان بالا شدگی زیست زندگانشان سختش باران شدگی мушоҳидаҳои духтурони осебшинос ва духтурони шӯъбаи сӯхта нишон медиҳад ки соли равон таркиши баллони газ дар манзилҳои истиқоматӣ бештар ба қайд гирифта шудааст. ҳоло як нафар зани 55-сола низ аз ҳисоби таркиши баллони гази хурд осеб дида буд табобат мегирад. аввал саломатии ӯ вазнин буд ва ҳатто беш аз 10 рӯз дар шӯъбаи эҳё бистарӣ гардид. бемор аз ноҳии Бобоҷон Ғафуров аст. хушбахтона духтурон тавонистанд ӯро аз марг наҷот диҳанд. در این حال اون بیمارا حاضر دکتران رو گفتن وقتی بیماری وزن ما بود حاضر که بهتر شد 45 روز خورد به ضعیف و 55% سختی بودن و گاز چکیفتگی بود ماشاءالله امسال بسیار هم گاز چکیفتگی گاز کشیفتگی اساسا زنها ستا آورده که ایستر شاملی بود آنها اومدگی بود همش ظرف شدگی کفتگی گاز چک 55% بدنشان سختگی بود اول 25%شان چخور خیلی 20 روز ریانیماسیون رفتن شده یا اینجا به قریب یک هفته پیش جراحی شدن باز پشت هم یاراشان شدگی خصوصا خودشان هفتهشان درستگی این هفته جواب میشه اصلا سختگی تا 3 سال حساب تر میشه یک 35% بچه های سختگی تا 3 ساله سن نابالغان تا 14 سال حساب میکنیم و اینها یک اسماعیلی با استفاده حساب میشه سنه کلانسالان سختگیش 10-12% و بغیر سختگی ها موضوع آبشی کلاسیفیکاسیون گفته رفتیسته کساهای نقشه‌ای میده برای معالجه کنسرویتی میده و روبیساشون روی کلاسون جراحی میده духтурони бемориҳои сӯхта таҳлил гузаронданд. натиҷаи он нишон дод ки бештари муроҷиаткунандагон бо иллати сӯхта ин кӯдакон мебошанд ки фоизнокии он наздик 40%-ро ташкил медиҳад. аз ин рӯ мутахассисони соҳа раёсати тандурустӣ аз волидон ва шахсони калонсол хоҳиш менамояд ки ба кӯдакон аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро аз ин пас ҳарорати ҳаво паст гардида нисбатан сард мешавад. обҳои ҷӯшидашуда, чойи гарм ва хӯрокҳои гармро аз назди кӯдак дуртар гузоранд то ҳодисаи нохуш ба амал наояд ва ҳатман назорат кунанд, зеро пас аз гирифтани осеби сӯхта ҳарчанд табобат ба анҷом расад ҳам аммо нишонаи он боқӣ мемонад. гузориши мафтунашкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.